لحظه ای تصور کن که پروردگارمان با تو صحبت می کند و می گوید ای بنده من، اگر می دانستی چقدر مشتاق دیدار تو هستم، چقدر مشتاق بازگشت تو هستم، هرگز از من دور نمی شدی، هرگز. اگر می دانستی چقدر دوستت دارم، چقدر به تو محبت می ورزم، در سخت ترین لحظات زندگیت جز من کسی را صدا نمی زدی. من تو را آفریدم و با مهربانی به تو نگاه می کنم. زمانی که گریه می کنی اشکهای تو را می شمارم. وقتی با دل شکسته به سوی من باز می گردی، و فرشتگانم فرمان می دهم که به احترام توبه تو به سجده درآیند. ای بنده عزیزم، اگر گناهانت به اندازه کف دریا و سنگینی کوه بوده باشد، که با قلب پشیمان بازگردی و بگویی یا الله، تو را می بخشم. من از مادر برای تو مهربان ترم. هر زمان دلت گرفت، هر زمان زمین خوردی، صدایم بزن. من همیشه اینجا هستم، درست کنار قلبت. من هیچگاه از شنیدن صدای تو خسته نمی شوم، تا اینکه تو خود خسته نشوی. این تو هستی که دیدار را به پایان می رسانی، نه من همیشه منتظر بازگشت تو بودم و هستم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله، ای بنده من، ای بنده من که بر نفس خود ستم کرده ای، از رحمت الله ناامید نشو. الله همه گناهان را می بخشد. رب ما هرگز از بخشیدن من و تو خسته نمی شود. بیایید که ما هم از بازگشت به سوی او خسته نشویم.